اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و علی الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله. خب، سلسله بحثایی که در این شبها دنبال کردیم راجع به هویت شیعه بود. عرض کردیم که این هویت سه جنبه داره: اصطلاح هویت تاریخی شیعه، هویت اعتقادی شیعه و هویت شخصیتی و فرهنگی شیعه. مرادمون از هویت تاریخی شیعه بررسی این نکته بود که آیا تشیع یک جریان ایمانی و مذهبی اصیل اسلامی است که ریشه در خود کتاب و سنت داره، ریشه در تعالیم نبوی داره، ریشه در تعالیم قرآنی داره، یا اینکه نه، تشیع ساخته و پرداخته گذر زمان و دخالت عناصر بیرون اسلام مثلا فرهنگ ایرانی، مثل فرهنگ یهودی، فرهنگ مسیحی و امثال ذالک. آیا خلوص دینی داره جریان تشیع، یا اینکه نه، برآمده و ترکیب از دیگر ملل و نهل و مذاهب و اینهاست؟ این رو تا حدودی در جلسات گذشته بررسی کردیم. منظورمون از هویت اعتقادی شیعه یعنی اون چیزایی که رکن اعتقادی تشیع میسازه و مقومات و عناصر تشکیل دهنده فکری تشیع هست. و منظورمون از هویت فرهنگی و شخصیتی تشیع یعنی اون ویژگی ها و اون صفاتی که متشیع بودن و شیعه بودن به اون صفاته که اگه کسی در منش، در رفتار، در اخلاق اون ویژگی ها رو داشت، میشه معرف شیعه بودن. این صفات رو میخوام بحث کنم. من چون تا حد زیادی اون بحث هویت تاریخی شیعه رو بحث کردم، کم کم میخوام وارد بحث هویت اعتقادی شیعه بشیم. اما یه نکته‌ای رو باید عرض بکنم مقدمه این بحث، و اون که بعضیا اینجور تصور میکنن که میگن آقا اصلا تشیع یک هویت اعتقادی خاصی نداره. تشیع یک امر ساده و روشنیه و اون اعتقاد به افضلیت علی علیه السلام نسبت به بقیه صحابه. یعنی پیامبر صحابی زیادی داشت، هر کی معتقد باشه که علی افضل صحابه هست میشه شیعه. همین هم شد، شیعه همین. پس دیگه شیعه دارای اعتقادات خاصی به عنوان اجزای فکری شیعه و اجزای اعتقاد شیعه میشه همین، یعنی اعتقاد افضلیت علی. باید عرض بکنم که بله، تشیع به معنای عام داریم، یه تشیع به معنای خاص که همون مذهب امام است. تشیع به معنای وسیع و عامش که شامل شیعیان زیدیه، اسماعیلیه، ارسال خدمت شما، خود شیعه اثناعشری و برخی دیگه از نهله های شیعه میشه، امر مشترکشون میتونه این باشه که اعتقاد به افضلیت امیرالمومنین. لذا تو این معنای عام شیعه یک کسایی تو طول تاریخ بودن که شیخین رو، یعنی ابوبکر و عمر، به عنوان خلیفه به حق میشناختن، خلیفه رسول مسلمین میشناختن و معتقدن که علی علیه السلام از این دوتا افضله، با علم به این که علی افضله، اما خلافت این دوتا رو مشکلی باش نداشتن. تو تاریخ بینه هم گفتن شیعه. مثلا بسیاری از زیدیه اینجوری هست، شیعیان زیدیه
خیلیشون در عین اینکه میگن علی افضل از همه صحابه هست، خلافت شیخان هم قبول دارن و به نسب امامت هم معتقد نیستن که میگن مثلا علی علیه السلام منصوب به امامت شده، بهشون میگن شیعه. خب این شیعه به معنای عام تشیع، ولی اون شیعه خاص که شیعه امامیه باشه اون دارای اجزای فکری خاصی است که ما تو این جلسات می‌خوایم اشاره به اونها بکنیم. یه نکته دیگه‌ای هم عرض بکنم. برخی میگن که ببینید ما وقتی برمیگردیم به صدر اسلام نمیگیم شیعه وجود نداشته، شیعه وجود داشته، زمان پیغمبر هم وجود داشته، ولی اینا فقط معتقد به افضلیت امیرالمومنین بودن. تمام. این بحثای دیگه‌ای که راجع به عصمت، راجع به نسب امام، راجع به بحثای اعتقاد مثل توسل، شفاعت، بحثای دیگه‌ای که الان جوهر تشیع میسازه اون زمان اصلا مطرح نبوده. فقط همین اعتقاد به افضلیت علی علیه السلام همین بوده فقط. من میخوام یه قدری امشب باز بکنم که این درست این حرف درست نیست. ببینید در این که خود شخص امیرالمومنین علی علیه السلام که از همون غار حرا آغاز وحی با پیامبر بود، اول مرد مسلمان بود و در تمام صحنه‌های جهاد و شهادت در کنار پیامبر بود و به ید با کفایت امیرالمومنین و به شجاعت این مرد عظیم الهی این دین استوار شد. در تمام دورانی که حق ایشون غصب شد و ولایت ایشون نادیده گرفته شد، تاریخ سراغ نداره که زیاد امیرالمومنین راجع به احقاق حق خودش بحث کرده باشه. حتی اون یه بارم که خطبه شخصیه هست که حضرت جلایه میکنه لقد تقمص آدم که ابوبکر این لباس خلافت رو تن کرد در حالی که خودش میدانست که من افضلم، من چه جایگاهی دارم و انا قطب الرها، من سنگ آسیابم، من ینحدر عن السیل ولا یرقا الی الطیر، سیل حکمت از من جاری میشه و هیچ پرنده بلند پروازی به آشیانه بلندی و عظمت روحی و معنوی من نمیرسه. اینا حضرت فرمود. بعد که طرف آقا ادامه بده، حضرت فرمود درد دل شقشقتون هدر ثم قدر، یه درد دلی گفتون تمام شد. از کشش هم حتی یه خطبه هم ایشون گفتی کشش نداره. تمام اینها رو، تمام این قصه ها رو جرعه جرعه نوشید به خاطر حفظ اسلام. خودشون فرمودن یک جا چه صبرت و فی العین غذا و فی الحلقه شجا، استخوان در گلو و خار در چشم صبر کردن. برای چی صبر کردن؟ برای حفظ اسلام. این نهال اسلام تنومند بشه، بارور بشه. لذا امیرالمومنین خودش زیاد از فضائل امامت و اینها چیزی نمیگه، یارانش هم همینجور. من جمله نقل بکنم از ابن خلدون، مورخ بزرگ اهل سنت، در کتاب تاریخ خودش که خیلی ها میگن پدر علم جامعه شناسی، چندین قرن اول مورخی بود که با نگاه جامعه شناختی حوادث تاریخی رو تحلیل میکرد. مثلا مقدمه این کتابش، این مقدمه کتاب تاریخش معروفتر از خود کتابش هست. در
جلد سوم تاریخ خودش صفحه 364 یه بیانی داره و خوب نشون میده که اون شیعیان و دوستان امیرالمومنین برای حفظ اسلام و وحدت جامعه اسلامی و بارور شدن نهال اسلام بود که سکوت میکردن، خیلی از معارف رو و خیلی از وجوه مربوط به امامت رو بیان نمیکردن. ایشون عبارتش که میگه کان جماعت من الصحابه یشیعون لعلی، برخی جماعتی از اصحاب رسول الله شیعه علی بودند تو همون زمان و یرون استحقاقه علی غیره و معتقد بودند که علی علیه السلام مستحق امامته. و لما عدل الی سوا، وقتی مردم عدول کردند یا به هر جا از سقیفه اتفاق افتاد و غیر شد خلیفه مسلمین و امام جامعه اسلامی، تعففوا و اسفوا، اینا خیلی ناراحت شدن و تأسف خوردن. اما الا ان القوم، این شیعیان امیرالمومنین کسایی بودن لرسوخ قدمهم فی الدین، چون اینها قدمهای محکمی در دین داشتن، نهال اسلام رو اینا بارور کرده بودن. اینا کسایی مثل ابوذر، عمار، سلمان فارسی، حذیفه بن یمان و کسایی که زبیر بن عوام، خود زبیر هم در اون مقطع تاریخی از یاوران و شیعیان امیرالمومنین، لرسوخ قدمهم فی الدین، چون در دین راسخ بودن و افراد بودن که با تمام وجودشون اسلام خواه بودن و حرصهم علی الالفه، و حریص بودن که الفت و وحدت مسلمین حفظ بشه، لم یزیدوا فی ذلک، به همین تأسف خوردن و غصه خوردن اکتفا کردن و لم یزیدوا علیه، اینا بیشتر از این چیزی نگفتن، خیلی از مسائل رو نگفتن و بنای بر حفظ وحدت داشتن. بر تقدیر دو تا حرفه، یکی این که این معارفی که ما میگیم عقاید شیعه هست، مقدمات شیعه هست، اون زمان نبوده، این یه حرفه. یه وقت بگیم که زیاد برای حفظ وحدت زیاد برای این بال و پرش نمیدادن، زیاد مطرح نمیکردن، این یه حرف دیگه است.